وزارت دفاع تاجیکستان با تکیه به فرمان روز 12 مارت پرزیدنت کشور آید به جلب جوانان به صف ارتش در ماه‌های اپریل و می گفت که نظارت از اجرا شدن قانون در این زمینه شدیدتر می شود. مقامات وزارت دفاع می گویند نظارت از جریان اجرای این قانون از جمله پیشگیری از حادثه های جلب مجبوری جوانان به ارتش تامین خواهد شد. اما سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند با وجود وعده های مقامات حادثه های با راه ابله به قسم های حربی آوردن جوانان همانا جای دارد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع روز 12 مارت به رادیو آزادی گفت در سال رمان همه مقامات از رئیسان حکومت‌های ناحیوی سرکره تا شعبه‌های وزارت تندرستی موظف هستند که برای به عسکری آوردن جوان سالم کوشش کنند و به اشتباه راه ندهند. فریدون محمد علیزاده میگوید وقتی یک سرباز ابلاغ می شود و یا یک جوان بیمار به ارتش آورده می شود همه سنگ ملامت را به سر وزارت مدافعه میزنند. سنگی که از جانب وسایل اخبار و نسبت سرباز بیمار می رود وزارت مدافعه جواب می‌دهد انتخاب جوانان سالم و بردم قابل خدمت انتخاب قابل خدمت از حساب کی میشود؟ از حساب هیئت کمیسیون میشود. جنایتکار نباشد شعبه کارهای داخلی است مقامات حفظ خود در آنجا عمل می‌کند. مثلا سالم و بردم بودنش از کارمندای وزارت تندرستی است. فرزند یکم یا که مثلا یک پسر بودن نبودن اینها از رئیس محله و معلوماتنامه اما کارشناسان سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان دفتر آزادی های شهروندی که به مسئله جلب جوانان به ارتش و خدمت در صفوف قسم های حربی نظارت میبرد میگوید با وجود تدبیرهایی که از طرف مقامات نهادهای قدرتی برای از بین بردن ابله و مهترسالاری تلاش به خرج میدهند ولی این حالت ها رخ میدهند. در وزارت مدافع تاجیکستان گفتند طی 2 سال اخیر هیچ شکایتی در رابطه با ابله از ساکنان دریافت نکردند. اما دلربا صمد رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته با چنین مضمون تنها در حدود شهر دوشنبه 8 شکایت دریافت کردند. کارشناسان وجود دیدافشین یا مهترسالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابله را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی می‌کنند. سازمان‌های دفاع از حقوق به راه اندازی نظام الترناتیوی و یا اختیاری خدمت در ارتش دعوت‌ها کردند ولی همانا این مسئله حل نشده باقی می‌ماند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان می‌گوید جلب اجباری به خدمت در ارتش در نهایت به صفت خدمت سربازی تاثیرگذار می‌شود و در یک صحبت با رادیو آزادی روز 12 مارت گفت مسلم است که اون نفری که مجبور از گوشش کشیده گرفته آوردن و حتی در حالتهای زیادی هم بود که به قوای مسلح آدمای معیوب یا اینکه کارناشایان به خاطر پول کردن پلان می آوردند و مسلم است که اینها نمی توانند سربازای جنگی باشند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یک از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتر آزادی های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.